پیامبر علیه السلام میگن که با هر تابوت یا با هر میت سه چیز طلب گور میرود. دو تایش برمیگردد، یک تایش میماند. با اون میت در اون قبر میماند. دو تایش چی هست؟ خویشاوندان، نزدیکان، دوستان همه طلب گور میروند. حالا متاسفانه بعضی مراسم دفن میرویم، همون دوستی که دویم به او بیار کلاچویش یا که دیگرش نمیگرفت یا یگون مراسم یگون معرکه چی عزاداری چی خرسندی دیگر به همین دوستش نمیگذرانی طول او فوتیده است. بعد همین دوست در همون سری منزل بابای ملا زودش میگه که ما سراسیمه ایم. خب کجا سراسیمه ایم؟ یعنی آدم دوستت بود یک کمترک صبر کن، تحمل کن، از برایش از پروردگار برای همین دوستت رحمت و مغفرت بشین، بالای قبرش سوره یاسین بخون، ادای همون دوستی رو یعنی با همون عهد و پیمان دوستی وفا کن، وفادار باش با دوستت، با دوستیت استوار باش. بابا ملو دیروزش میگی تیز که دیگه ما کار داریم، او کار داشتگی و کجا رفتن این ندیدی که همینجا روزی تای خوب کرده ایستاده. برای این بعضی از انسان‌ها هیچ چیز عبرت نمیشود، لیکن مسلمان باید عبرت بگیرد، هر چیز را غنیمت بداند. حالا گفتم که دو نموز نعمت میشد، نعمت ابدی، نعمت موقتی. نعمت‌های ابدی رو غنیمت بدونی. نعمت‌های ابدی با انسان در همون قبر میماند. تلاوت قرآن، ذکر نیکی‌هایت، احترام پدر و مادرت، تربیت کردگی فرزندانت، احترام همسایه، احترام کلانسال، بزرگسال، موسفید، سال خورده، دستگیری یک یتیم بیچاره بینوا، یک مسجد سهم گذاشتن، خیشت اگر یک دونه خیشت باشد، یک سامان باشد، پروردگار زرگیر اون رو میگیرد، قدر میکند، اون رو کم نگیرید، هیچ وقت نیکی رو کم نگیرید. یک بیچاره بینوا رو دستگیری کردید، فکر نکنید که حالا دیگر اون تمام هیچ به ارزش، ارزشمندترین کارت آن همون است، ارزشمندترین عملت آن همون است که قلبی رو خوشحال کردید، قلبی رو خوشحال کردید. این نعمت‌های ابدی هست. حالا میگه سه چیز با هر میت میرود، دو تایش بر میگردد، یک تایش میماند. دوستا و نزدیکا و پیوندا طلب گور میروند. لیکن هیچ کس با اون میت داخل اون لحد نمیدراید، همه بر میگردد. تمام نه گرمی تیز میگه همه سروسمه، ایمالو تو دوست و رفیق و فرزند همه سروسمه که تیزتر بگیرد بلا شبشون. تمام همین است حیات زندگی، همه میگردد. و دیو میگرد مال اموال. حالا تابوت رو ببینید، متاهای گوناگونی، زرداری، زرحلداری، نمیدونم گلداری، قیمتی گرانبهای دیگر و دیگر. بالای تابوت چند قوت میت رو با اون همه گلدار و زردار گلدوز با اونها دفن میکنن. بعد میبینید که نه همه اونها رو میگیرن چی میمونه؟ یک کفنی سونی سفیدی بگولی سودهی عادی ارزون با اون میمونن. همه اون مولو متا و زردار و زیوردار و نمیدونم گلدوز و دیگر همه بیرون قبر میموند. هیچ کس یوسفش رو که اون کفن کیسه ندارد که کیسه هاشا پر کنند و بمونند. حالا با این میت چی میموند؟ همون ایمان و عملهای صالح و نیکیهای کردگی هست، همون نیتهای نیک قلب صاف و پاک و عملهای صالح و نیکیهای انجام داده هست. همین با مسلمان میموند. حتی اگر دویم تلاوت قرآن و وظیفه قرآن و دیگر داشت، همون قرآن وقتی که ملائکه‌های سوال کننده میآیند و پرسیدن میشن، در بین این میت و بین ملائکه می ایستد، میگه که این من از پروردگار شفاعت این رو اجازت گرفتگی هستم، این رفیق من است. کی جرأت میکند در مقابل کلام الله سخن بگوید؟ نه ملائکه، نه اون مسئول، یا که نه هر انسان، هیچ کس. شروع کرده از سوال منکر نکیر که دینت چی هست، پروردگارت کی هست، پیامبرت کی هست. سوالای مقدموی عادی و ساده این.
سوالایی که بعد حساب کتاب در روز قیامت است. این یک مقدمه‌ای هست. حتی اینجا هم قرآن حمایه میکند از صاحبش، میگوید که من از پروردگارم، این کلام پروردگار است قرآن، من از پروردگارم اجازت شفاعت گرفتگی هستم، من جواب شما رو میدیم. بعد دفن حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، یکی از صحابه در خواب دیدن حضرت ابوبکر رو، بعد گفتن که ابوبکر امیر المؤمنین چی کردید با سوال جواب، با این ملائکه منکر و نکیر پرسیدند چی کردی، چی گفتی؟ گفت که وقتی که اومد خوب است از صالحین، یعنی روحی بس قابلی، یعنی پاکی، ندیدگی خوب ندیدگی دارم، خب به هر حال خوب است. او وقتی که ملائکه آمدن میخواستن من رو بپرسن، گفتم پروردگارتون کیست، پیامبرتون کیست، دینتون چیست؟ حیرت زده شدن، جواب گفتن برآمدن رفتن دیگه، من رو نپرسیدن. قبل از اینکه اونو من رو بپرسن من اونو رو پرسیدم، اونو رو حیرت زده کردن، برآمدن رفتن. برای این جرأت ایمان کامل، عمل صالح، برای که انسان عذاب نکشد، رنج نکشد، چی در مرگ، چی در قبر، چی در قیامت، چی در پل صراط، باید عملهای صالح داشته باشد، ایمان کامل داشته باشد، نیکی های زیادی داشته باشد، عمل های صالح داشته باشد. این عمل های صالح، ولی یک مثال عادی، چرا کودکی به بلوغت نرسیده یه مسلمان پدر و مادر خود رو شفاعت میکنه؟ چیکار کرده است این کودک؟ کودک یک روزه، یک ساعته، 10 روزه، 5 ساله، 6 ساله، اونی که به بلوغت نرسیده است 9 ساله، ولی میگذرد از این دنیا. یکی میرود در جنت میستد، کتگی میکند، زوری میکند، میگه پروردگار من به پدر و مادرم نمیدرایم این جنت. چی کرده است این کودک؟ چرا این دعوا رو میکند نزد پروردگار که من به پدر و مادرم داخل این جنت نمیدرایم که اون جنتی هست، دیگر معصوم است، بیگناه است، بخاطر گناه نکرده است. ولی فقط گناه نکرده است دعوا میکند که به پدر و مادرم نمیدرایم. پس معلوم میشد که گناه است که مسلمان رو خور و ذلیل میکند، چی در دنیا، چی در قبر، چی در قیامت. گناه است که انسان رو بدبخت میکند، گناه است که انسان رو شرمنده و رسوای دنیا و آخرت میکند. ندیدیم بعضی ها رو چکاره نکردن، دیگر ندونستن که سرشون رو در گجا بخلند، جای کفتن، ارزو کردن که زمین فرودشون بکشد، نمیکشد، اولا نمیکشد، نمیدونن که سرشون رو در گجا بخلند که هیچ کس نبیند، شون نبیند. گناه است. برای همین شاعر میگه خدا نریزد آب روی کسی، گناه هست که ریزد آبی چشمش کرد. بس همین گناه هست که انسان رو بدبخت میکنن. پروردگار هیچ وقت در ضرر و در زیان بنده ایش نیست، لیکن بنده گناه میکند، از نظر پروردگار میافتد. حجم انسان، قدر انسان، قیمت انسان، وزن انسان نزد پروردگار این شکل سیکه و صورت و سر لباس نیست. برادران اسلام، عمل انسان است، عمل انسان است، قدر انسان، شرافت انسان، کرامت انسان، وزن انسان، شأن شرف انسان نزد پروردگار عمل انسان است. انسان با عملش نزد پروردگار با قدر قیمت می شود. عمل است انسان را نجات می دهد، کامیاب و موفق و خوشبخت می کند.